اگه دنبال یه غذای مجلسی و خوشمزه میگردین که ترکیب مزه ها رو داخل خودش داشته باشه، من بهتون این شیرین قاتق گیلانی رو معرفی میکنم. این غذای خوشمزه مخصوص گیلانیای عزیزمون هست که تو دوره همیا و عروسیاشون درست میکنن و بسیار هم مزه لذیذی داره. پس با من همراه باشین تا آموزش امروز رو با همدیگه ببینیم. مواد لازم شیرین قاتق: مرغ داریم. من اینجا از ترکیب رون و سینه استفاده کردم. شما میتونید فقط از رون یا از سینه استفاده کنید، فرقی نمیکنه. پیاز داریم. پیاز این غذا باید فراوون باشه. ترکیب آلو، قیسی و آلوچه داریم که کلش به یه پیمانه میرسه. من یه پیمانه ریختم، شما میتونید بیشتر یا کمتر هم بریزین. زعفران، آب لیمو که قابل حذفه ولی من دوست داشتم غذام یکم حالت ترشی داشته باشه. کشمش نصف پیمانه، من اینجا از 2 قاشق کشمش استفاده کردم. نمک، فلفل، زردچوبه داریم. به اضافه این که شما اگه دوست داشته باشین غذاتون یکم مزه شیرین تر باشه میتونید از 2 قاشق شکر هم استفاده کنید. اول از همه تیکه‌های مرغمون رو با نمک، فلفل و زردچوبه مزه‌دار میکنیم و کنار میذاریم. میتونید یکم زعفران هم بهش اضافه کنید. خب تیکه‌های مرغمون رو کاملا با نمک، فلفل و زردچوبه مخلوط میکنیم. بعد میذاریم تا یه چند ساعت بمونه و مزه‌دار بشه. به این صورت که آماده شد بذارین کنار تا مرغتون مزه‌دار بشه. تا مرغمون مزه‌دار بشه اینجا میایم پیازامون رو به صورت خلالی نازک خرد میکنیم. شما میتونید حتی نگینی هم خرد کنید، فرقی نمیکنه. بعد از اینکه پیازامون رو به صورت خلالی ریز خرد کردیم، اینجا میایم یه مقدار نمک به پیازمون اضافه میکنیم و پیازمون رو یکم با نمک ماساژ بدیم. این کار باعث میشه که پیازمون یکم نرم بشه و مزه خوبی بگیره. یکم فشار بدیم به پیازا. پیازمون به این صورت که در اومد، همینطور که میبینید نرم شده، آماده است که سرخش کنیم. خب بعد از اینکه پیازامون رو خردشون کردیم، حالا داخل یه تاوه میریزیم و اجازه میدیم یکم آب پیاز کشیده بشه. پیاز این غذا تقریبا باید به صورت کاراملی باشه. پس اجازه میدم یکم آب پیاز کشیده بشه. خب تا پیازمون بخواد آماده بشه، داخل یه تاوه دیگه روغن و کره ریختم. بذاریم تا روغنشون کامل داغ بشه. بعد تیکه های مرغی که مزه‌دار کردیم رو داخل روغن سرخ میکنیم. تیکه‌های مرغ رو همراه روغن و کره سرخ میکنیم. خب تیکه‌های مرغمون که سرخ شدن به این صورت برش کردیم تا طرف استخوندار مرغ کف تاوه باشه. یه مقدار از پیازایی که ریز خرد کرده بودیم بهش اضافه میکنیم و همراه نصف لیوان آب. بستگی به اندازه مرغتون اجازه بدین 40 دقیقه تا 1 ساعت مرغتون با در بسته آروم آروم بپزه. اینجا همینطور که میبینید کاملا آب پیاز کشیده شده. میان ماباقی ادویه و نمک رو اضافه میکنیم. یه کوچولو هم میزنیم تا ادویه ها و نمک کاملا با پیاز یه دست بشه. حالا کاملا پیاز و کف تاوه پخشش کنین و حدود 3 تا 4 قاشق آب بهش اضافه کنید. از کناره ها آب به پیازتون اضافه کنین، در پیاز رو بذارین
و اجازه بدین تا پیازتون با این آب یکم پخته و برشته بشه. این مرحله رو 2 تا 3 بار انجام بدین تا پیازتون تقریبا کاراملی بشه. من حرارت رو کم میکنم و اجازه میدم تا آب پیازم اینجا دوباره تموم بشه. دوباره بعد از 3 تا 4 دقیقه یه سر به پیاز بزنید. همینطور که میبینید آبی که ریختیم تموم شده. دوباره آب بریزین. این کار رو 3 تا 4 بار انجام بدین تا پیازتون کاراملی رنگ بشه. دوباره من آب اضافه میکنم. این کار باعث میشه که قندی که داخل پیاز هست خارج بشه و پیازتون خوش‌طعم و خوشبو بشه. دوباره در ظرف رو میذارم. اجازه میدم 3 تا 4 دقیقه دیگه دوباره پیازمون بپزه. همینطور که میبینین بعد از چند بار آب اضافه کردن پیازمون داره کاملا پخته میشه و در عین حال سرخ میشه. من مرحله سوم آب رو اضافه میکنم. دوباره در ظرف رو میذارم و اجازه میدم تا پیازم با حرارت آروم و با ترکیب آب کامل بپزه. این پیاز کاراملی غذاتون رو فوق‌العاده خوشمزه‌اش میکنه، پس حتما درستش کنید. دوباره در ظرف رو میذاریم. همین کار رو بارها و بارها انجام بدیم تا پیازمون به شکل کاراملی در بیاد. پیازمون به این مرحله که رسید تقریبا آماده است. شما میتونید پیازتون رو یکم بیشتر از اینم کاراملی کنید، ولی من ترجیحم این بود که زیاد کاراملی نشه تا رنگ خورشتم زیباتر بشه. یه قاشق از پیاز کاراملی رو برمیداریم و روی مرغمون میریزیم. تو این مرحله میایم آلوچه و قیسی رو به پیازمون اضافه میکنیم. اون یه قاشق پیاز کاراملیه که برداشته بودم داخل مرغم میریزم تا به مرغم مزه بده. بذارید مرغتون آروم آروم بپزه. خب بعد از اینکه پیازمون کاراملی شد یه قاشقش رو به مرغ اضافه کردیم. باقیش رو با ترکیب آلو و آلوچه و قیسی یکم تفت میدیم. میتونید یه مقدار رب گوجه هم به غذاتون اضافه کنید. این بستگی به سلیقه خودتون داره. این خورشت شیرین قاتق یه خورشت خیلی ویژه و خوشمزه گیلانی هستش که گیلانیای عزیزمون اکثرا برای عروسی‌ها و مهمونی‌های بزرگشون درست میکنن. من اینجا کشمش رو هم اضافه میکنم. اگه خواستین رب اضافه کنید توی این مرحله ربتون هم اضافه کنید. خب من اینجا یه قاشق رب گوجه هم به غذام اضافه میکنم چون دوست دارم لعاب بهتری بده و خوش رنگ تر بشه. رب گوجه رو همراه باقی موادمون تفتش میدم. خوب تفت بدیم تا بوی خامی رب گوجه گرفته بشه. داخل کانالمون آموزش انواع غذاهای سنتی هستش که با مراجعه به اونا میتونید غذاهای متنوع و سنتی شهرهای مختلف ایران رو خودتون داخل خونه به راحتی درستش کنید. من سعی کردم تمام نکات غذاها رو دونه به دونه بگم تا همه بتونین به راحتی این غذاهای خوشمزه و عالی رو درست کنید. اینجا یکم زعفرون اضافه میکنم، آب لیمو و اگه خواستین شکر اضافه کنید اینجا میتونید 2 قاشق شکر هم اضافه کنید که غذاتون یکم شیرین تر بشه. نصف لیوان آب اضافه کنین، در ظرف رو بذارین و اجازه بدین تا آلوهاتون همراه باقی موادتون یکم پخته بشه و تقریبا مزه ها به خورده هم دیگه بره. حرارت رو کم میکنیم، در ظرف رو میذاریم و اجازه میدیم حدود 10 دقیقه بپزه. خب 10 دقیقه که از پخت آلوهامون گذشت، حالا میایم مرغامون رو به غذامون اضافه میکنیم و اجازه میدیم همراه آلوها حدود نیم ساعت دیگه کامل بپزه و جا بیفته. من اینجا یه مقدار از آب مرغ رو هم به غذام اضافه میکنم. خب من آب مرغ به غذا اضافه کردم، در ظرف رو میذارم، حرارت رو کم میکنم و اجازه میدم غذام کامل بجوشه تا جا بیفته. شیرین قاتقمون آماده شد. همینطور که میبینین که غذای خوش رنگ و لعابه و بسیار هم خوشمزه هستش.
بهتون پیشنهاد میکنم این غذای عالی رو حتما درستش کنین. مرسی که تا آخر همراه هم بودین. خوشحال میشم که اگه آموزش های ما رو دوست دارید پیج ما رو به دوستانتون هم معرفی کنین تا اونا هم بتونن از آموزش های ما استفاده کنن. مرسی از اون عزیزایی که با لایکا و کامنتاشون بهمون دلگرمی میدن.